بهترین و والاترین دستاورد خلق تاجیک این استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان می باشد. امروز ما در عرفه 32 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قبول داریم. همه از کامیابی ها و دستاوردهای این نعمت بی‌بها فخر میکنیم. استقلالیت به ما حیات شیرین، کامیابی های زیاد، دستاوردهای نظررس داد. در اول سالهای استقلالیت ما با روندهای قانونگذاری مشغول بودیم و از همه دستاوردها استفاده بردن پایه‌های قانونی جمهوری را خوب براه موندیم. سپس با دیگر ساحه‌ها از جمله به خواجه قشلاق، صناعت، علم، فرهنگ پی در پی رو آوردیم و با پیشنهاد پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سالهای 2022-2026 سالهای رشد صناعت پیشنهاد کرده شد. چونکه دولت ما به صناعت پیشرویش مشرف نمی شود. باید که از همه پیش ما باید پایه های اقتصادی خود را برقرار نماییم و برای این صناعتی خوب به ما لازم است. دستاوردهایی که در دوره استقلالیت به وجود آمدن می توانیم راه‌های جمهوری تاجیکستان را مثال بریم که امروز با واسطه راه‌هایی که جناب عالی پیشنهاد نمودند و خلق تاجیک آنها را سر تا سر آباد نمود، از یک طرف جمهوری به طرف دیگر جمهوری به واسطه در همه شب و روز رفته رسیم. غیر از این ما می‌تونیم که با واسطه این راه‌ها به جمهوری‌های همسایه به واسطه با راه‌های اتومبیلی‌ها بریم که با این راه‌های ما امروز بهترین راه‌ها به حساب می‌روند. و باوری کامل دارم که استقلالیت در آینده به ما باز نیروی و بخش توانایی زیاد می‌دهد و ما با دستاوردهای کامل خود با دستاوردهای خلق تاجیک باوری کامل داریم که جمهوری عزیزمان باز آباد و زیبا می‌گردانیم.